اول باید بگم که از پدرام عزیز بابت تمام نظرات قشنگ و به جا و درستشون و همینطور در قالب احترام واقعا سپاسگزارم و خانم مارال سفری هم واقعا اطلاعات بسیار بسیار عالی به ما بیننده ها میده. دوم اینکه چه کسی گفته شیک پوشیدن به برند پوشیدن مرتبطه؟ شما میتونید با متریال عالی شیک به نظر برسید، اما لازم نیست حتما برند باشه. اتفاقا اگر میخواهید شیک باشید و برند بپوشید، بهتره که لوگوشو یه جورایی قایم کنید. بعدش باید بگم که تعجب کردم از اینکه چرا شرکت کننده ها از دامن پلنگی دوری کرده بودن. اگه قرار باشه استار یک استایلی دامن باشه، چی جذابتر از یه پلنگی تنگ کوتاه با رنگ سبز مچ کردم که حس و حال جنگل بده. امیدوارم که لوک اول و درد و دلهای منو دیده باشید. در کل چطور شد؟ نظرتونو برای من کامنت کنید.